همون آب جوشی که سیب زمینی رو نرم میکنه تخم مرغ رو سفت میکنه. مهم نیست چه شرایط پیرامون ماست، مهم اینه که درون ما چی میگذره. عده‌ای ترک وطن میکنن و عده‌ای در حسرت برگشت به وطن شعر عاشقانه میخونن. مجردها دنبال ازدواج و متعهل‌ها در پی طلاق. عده‌ای با قرص و دارو از بارداری جلوگیری میکنن و عده‌ای با دارو و درمانهای زیاد سعی میکنن فرزنددار بشن. شاغلان از شغلشون مینالن، بیکارا دنبال شغلن، فقرا حسرت ثروتمندان و ثروتمندا از دغدغه نداشتن صفا و خونگرمی فقرا مینالن. مردم عادی میخوان مشهور بشن، تازه وقتی مشهور میشن همش خودشون از چشم دیگران مخفی میکنن. سیاه پوستان دوست دارن که سفید بشن و سفید پوستان دوست دارن خودشون رو برنزه کنن. هیچ کس نمیدونه تنها فرمول خوشبختی دنیا این یک جمله است: قدر داشته هاتون رو بدونید و همواره شکرگزار نعمت‌های خدا باشید.